یک بار توی دسته کوچکش آدم داره و یک بار گل. یک بار داره تو پیاده روها با سازهای مختلف می‌نوازه. سازی که نباش، سوزناک اما دلنشین. حالا به این فکر کنید که این صحنه‌ها تبدیل به بخشی از زندگی روزانه ما شده. همین الان در خونه رو باز کنید و پا به خیابون بزنید. هر روز گردو پاک می‌کنید؟ آره. کجا می‌کنید؟ می‌ریم تا 4 می‌کنیم. من گردو اولا پاک می‌کردم بعدم دیگه نه. گردو پاک کردن سخته؟ بله. دست آدم پاره میشه. اتوبوس تا شما در می‌گردید؟ 5 پولش رو چیکار می‌کنید؟ دیدم بابا. دیدی بابا؟ چی می‌خواد باش؟ چند سالته؟ 14؟ خب مدرسه هم میری؟ مدرسه هم میری؟ چرا؟ خدا بابا چی رو خود کرده؟ تو چند کلاس سواد داری؟ از صبح تا شب هم اینجا کار میکنی؟ و چند تا کارمنده داری؟ 8 تا. خب فکر میکنین درست میشه این اوضاع؟ درست نشد چیکار کنیم؟ حتی من میرم کنمانی هستم دیگه. امیدوار به آینده امیدوار هستی؟ من که آینده نداریم که همین کار ممکنه خواهد شده ما رو در بیاریم خدا کودک کار، دو کلمه ای که وقتی کنار هم می نشینند ترکیب عجیبی رو شکل میدن. دو کلمه ای که هیچ سنخیتی با هم ندارند. کودکان کار کودکانی هستند که دوست دارند به جای کار با کاف بنویسند کلاس. ما گرایی نمیدیم. ما دوست داریم معروف. اما در ایران آخوندزاده کودک کار تبدیل به یک بحران اجتماعی شده. بحرانی که روز به روز دامنه اون گسترش پیدا میکنه. آمار دقیقی از کودکانی که در سنین مختلف وارد بازار کار و اشتغال میشن در دست نیست و تنها اطلاعات موجود مربوط به کودکان خیابونیه. هرچند آماری که توسط بانیان این موزل داده میشه مسلماً منعکس کننده تمام حقیقت نیست. نظام پلید ولایت فقیه که نقش اصلی رو در تباه کردن زندگی این کودکان داره خودش به گسترش دامنه این بحران اشاره میکنه. کار کودک در جهان کاهش و در ایران افزایش داشته است. آمارهای رسمی رقم 2 میلیون کودک کار را نشان می‌دهند، اما آمارهای غیر رسمی حاکی از وجود 7 میلیون کودک کار است. بله، وقتی پول حتی برای تامین مایحتاج روزانه زندگی خانواده ها وجود نداره، وقتی فقر بیداد میکنه، آیا انتظار دیگه‌ای هم میشه داشت؟ فقر کوچیک و بزرگ نمیشناسه. کودکان کار قربانیان شکاف طبقاتی وحشتناکی هستند که ناشی از چپاولگری آخوندهای حاکم، پاسداران و کارگزاران رژیم.
بحران‌ها و معضلات اجتماعی که نتیجه سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی هستند، از یک طرف به تنابدارش تبدیل شده و از طرف دیگه فرصت و انگیزه‌ای برای رویارویی با تمامیت نظام ولایت فقیه. بچه‌های اعمال، بچه‌های اعمال. بر جنگل بی‌بهار می‌شکفند، بر درختان بیریش میوه می‌آرند. بچه‌های اعمال، بچه‌های اعمال. با حنجره خونین می‌خوانند و از پا در آمدند. درخت بلند به کف دارند. کارهای اعمال، کارهای اعمال. رژیم به خوبی این رو دریافته. اون نسلی که میخواد آیندهش رو تباه کنه همون نسلیه که در برابرش نیست. بچه‌های اعماق کاوه‌های فردا هستند، همونهایی که در پی صبح آزادی می‌دوند.